بسم الله الرحمن الرحیم. Function overloading اما خانه بریم، درست است. So what is function overloading? What is function overloading? Same name. Testa? یعنی تو گفته بریم نه more than one function of the same name. Of the same name. با یک نام چندین فانکشن ها را می ساختیم. چه تفاوت بود باز؟ Yes, but with different parameters. Different parameters. اینمی فرقشان بود، درست؟ یعنی به این معنا ما با یک نام چندین متد ها را ساختیم یا فانکشن ها را ساختیم با یک نام، کلکولیشن، کلکولیشن و کلکولیشن، درست است؟ لیکن فرق بین تفاوت بین این سه متد ها چی بودن؟ لیست اف پارامتر. شاید یک کلکولیشن است متد به نام کلکولیشن هیچ پارامتر نداره، یک پیام برای ما پرنت میکنه وقتی که ما کال میکنیم از طریق ابجکت خود اینمی کلاس. و بعضی دیگه یک متد داریم به نام هم به نام کلکولیشن است، لیکن دو پارامتر داره، هر دوشان اینتیجر هستند، هر دو را چی میکنن؟ لوپ برای ما اجرا میکنن. بعضی با همین نام یک دیگه متد هم داریم به نام کلکولیشن، این سه پارامتر داره but different parameters. میبینید فرق بین متد ها چی است؟ کلکولیشن لیست اف پارامتر فرق دارن، اینمی تفاوت دارن، درست است؟ کارهای مختلف اجرا میکنن، هیچ پارامتر نداره، درست است؟ و ما گفته بودیم که در کلاس اگر متد ها باشن یعنی ممبر ها باشن، شاید وریبل باشن، شاید متد ها باشن، هر کدامش چی داره در اینجا؟ ممبر اکسس اسپسیفایر داره، پابلیک، پرایوت، پروتکتد یا دیفالت. ما پابلیک هم دیدیم، ما دیفالت هم دیدیم. اگر پابلیک نشته کنین باز 100% یعنی باز مشخص میشه که شما 100% میتونین به این دسترسی داشته باشین. و به شکل نرمال چی می باشه؟ دیفالت می باشه، نه پابلیک، نه پروتکتد، نه پرایوت، بلکه دیفالت به این معنا اگر هیچ چیز نشته نباشه به این معنا شما مستقیم دسترسی دارین به از طریق ابجکت کلاس امپلوی به این متد ها دسترسی دارین. اگر پرایوت باشه باز نمیتونین به دسترسی داشته باشین. داخل کلاس خود میتونین که به دسترسی پیدا کنین، لیکن خارج از اینمی کلاس این دیگر کلاس شما نمیتونین به دسترسی پیدا کنین اگر پرایوت هستن. خب دیفالت خود نرمال شد، اگر پابلیک هم باشه 100% میتونین دسترسی داشته باشین، به پرایوت نمیتونین. و پروتکتد مانده، پروتکتد وقتی ما میخوانیم وقتی که اینهریتنس ما خوانیم بخیر، اینهریتنس، درست است؟ در وقت اینهریتنس از استفاده کرده میتونین. این دسترسی دارین در دیگر کلاس به متد ها، لیکن وقتی که یک کلاس دیگر را انهریت کنه، به حفظ ببره، در وقت ما میتونیم که متد یک کلاس در دیگر کلاس از او استفاده شود وقتی که ممبر اکسس اسپسیفایر از او چی باشه؟ پروتکتد باشه. ما تا حال نخوانیم، میخوانیم بخیر، درست؟ خب بارزو متد ها چی داشتن؟ اکسس مودیفایر خود داشتن، پابلیک، پروتکتد، دیفالت یا پرایوت. بارزو استاتیک هم داشتن، نه استاتیک به چی معنا بود؟ ثابت. یعنی به این معنا شما اینمی متد وقتی که در یک کلاس کال میکنین نیاز به این نیست که شما ابجکت او را بسازین. صحیح؟ به طور مثال اگر ما بیایم نشته میکنیم پابلیک استاتیک واید، اینمو رو نشته میکنیم به این معنا اینمی متد شما که وقتی کال میکنین بدون ساختن ابجکت شما میتونین این را چی کنین؟ کال کنین. حالا ببین برای ما وارنینگ میده اینجا میگه accessing static method calculation. میگه شما یک متدی که او چیست؟ استاتیک است، استاتیک متد است، شما او را از طریق ابجکت اکسس میکنین یا کال میکنین، نیاز به ساختن ابجکت نبود. یعنی مستقیم با جای ابجکت کلاس شما نام کلاس رو مستقیم نوشته کنین. یعنی چرا که چی است؟ یک استاتیک است. حالا ببینید اما وارنینگ نمیده، یعنی ایرر نمیده اگر شما از طریق ابجکت ای را کال کنین، لیکن وارنینگ میده، باز برتان میگه که خوب نیست چرا که استاتیک است، نیاز به ساختن ابجکت نبود. شما مستقیم از طریق نام کلاس او را به او دسترسی دارین. اگر ما بیایم اینم یارم چی بسازیم؟ استاتیک بسازیم. پابلیک هم نیاز نیست که نشته شود، درست؟ بخاطر از این ما نشته میکنیم که 100% ای را باید ما اکسس بتانم، درست؟ پابلیک استاتیک نشته شد.
درست است؟ یعنی پابلیک استاتیک به این معنی این هم استاتیک شده آله، لیکن یک تاست که استاتیک نیست، نن استاتیک است. آله بین هر دو کلکولیشن دو دفعه ما چی ببین اینجا ایرور میده، اما کلکولیشنی که دو انتیجر پارامتر داره، درست؟ اینجا وارنینگ داره. چی میگه برای ما؟ accessing static method calculation. شما میگه یک استاتیک متد شما به نام کلکولیشن که او را شما کال کردین، اکسس کردین از طریق آبجکت، باید شما نام کلاس نشته کنین. درست است؟ یعنی ما استاتیک متد ها را کال کردیم، با خاطر از او هم ما نیاز نداریم که آبجکت اول بسازیم. ايش نیاز نداریم به آبجکت. لیکن مشکل باز در کجا پیدا میشه؟ اینمی کلکولیشن متد سوم که است که یک انتیجر، یک فلوت و یک انتیجر بازم داره. اینمی را ما از طریق آبجکت باید کال کنیم، به این معنی که آبجکت باید ساخته شود، چرا که نن استاتیک است. نن استاتیک متد ها را باید شما از طریق آبجکت کال کنین و یک آبجکت نمیشناسه. چرا؟ ولید آبجکت ایرور ورکوي؟ آبجکت آیا دا معرفی شوی نه ده که څنګه؟ جوړ کړم نو دا ګوره کمنټ کې نیولای باید آبجکت ساخته شود. حالا مشکل حل شد، برطرف شد. ضرور نیست که شما متدها را تمام متدها را استاتیک یا نن استاتیک بسازید، نه خیر. بعضی ها را شاید شما استاتیک بسازید، بعضی ها را نن استاتیک بسازید. استاد کله استاتیک مثلا یو سافټویر اپلیکیشن کې چې موږ وکړي بخي کې جوړ کړو کاربورډ څه شي ګوره دسې ده یو څه کارم درته اسانه کوي. آبجکت جوړول ته کارو دا استاتیک دا نه دا اکسسینګ د دې اکسسینګ لاسرسي کال کول یې اسانه کیږي مونږ ته. ایس آبجکت نه جوړو ما ډایرکټ کال کوم. استاتیک هم نه وکړي چیرته؟ نه 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 ګوره دلته چې ما سټیټیک لیکلی دا سټیټیک ده، دا هم سټیټیک ده. د دواړه اولنی دوه سټیټیک دي کنه، نو زه دا دواړه چې سټیټیک دي د دې لپاره آبجکت ته ضرورت نه لرم چې جوړ یې کړم، ډایرکټ د کلاس ته نوم له لارې نه کال کوم. داسې ده ښه، ما دا نه دی تا سره چپا بیا درته وایم. که چېرته میتد څه شی اوسېږي سټیټیک اوسېږي، ته آبجکت جوړول ته ضرورت نه لري. یو صحیح. که چېرته نن سټیټیک وي لکه هغه نن سټیټیک، بیا ته مجبور یې دغه چې کال کوې باید آبجکت ورته جوړ کړې. لکه دا یو ګوره یو آبجکت لري نه، دوه مستقیم یعنی دوه چې دي سټیټیک دي، یو نن سټیټیک میتھډ دی. سټیټیک میتھډ ډایرکټ د کلاس ته نوم له لارې نه مو اکسس کړه، نه د آبجکت له لارې نه. لیکن کوم چې نن سټیټیک دي هغه هم د آبجکت له لارې نه کال کړه. یا آسان‌تر هم میشه. ببینید اگر استاتیک باشه به این معنی شما نیاز به ساختن آبجکت ندارید. فرق نمیکنه. نه 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 جواب هیچ فرق نمیه، یک نتیجه میته برایتان. درست است؟ میون رن فایل 1 2 3 صحیح است. صرف وقتی که کال میکنین در اونجا فرق میکنه باز. درست شد؟ گود. خب ما تکرار کنیم تا که درس قبلی که ما چیزا خوانیم باید کلیر شود. درست است؟ خب آلی ما میم طرف کنسترکتر. صحیح است؟ شما بین متد خوانینه، متد یا فانکشن. فانکشن هایی که داخل کلاس میان رو ما به چی نام یاد میکنیم؟ متد یا بیهیویر. درست است؟ متد یا بیهیویر. فانکشن هایی که داخل کلاس میان متد هستند و متد فانکشن ها را متد گفته میشه. ما یک خاص نوع فانکشن ها را هم داریم، یک خاص نوع متد ها را هم داریم که به نام کنسترکتر یاد میشه. کنسترکتر انیشیالایزیشن بسیار آسان‌تر میسازه. به طور مثال ما اینجا چند وریبل ها را معرفی میکنم. درست؟ خب نمیشه شاید باشه ده ادمین آوری نمیشه هستم فعلا بسته میکنم. ببینید ما یک کلاس داریم به نام ادمین. داخل از او چیست؟ داخل این کلاس 3 تا فیلد هستن. فیلدز هم برش گفته میشه. فیلدز هم وریبل که داخل کلاس هستن. فیلدز یا به نام پراپرتیز هم یاد میشه. پراپرتیز یا برش میگه استیت. دلتان زیاد که فیلد یا پراپرتی به نام اینم یاد میشه. وریبل که داخل کلاس هستن. صحیح است؟ یک
متد ها هم هستن، 2 متد داریم ما. درست؟ ببینید وقتی که شما از طریق کلاس هاسپیتال بینمی داخل کلاس ادمین اینمی ویریبل ها را قیمت میتن، از طریق چی میتن؟ از طریق متد به نام set ادمین است و یک دیگر متد است به نام print ادمین. این را پرینت میکنم. ببینید با 3 ویریبل ها که هستن بای ما دسترسی نداریم در دیگر کلاس، چرا که پرایویت هستن. داخل امی کلاس که ادمین است بدون 3 ویریبل ما 2 متد هم داریم، یک به نام set ادمین است. set ادمین کار از چیست؟ این قیمت ها را میگیره و میته و اینمی ویریبل ها فیلد ها یا پراپرتی کلاس. درست است؟ مستقیم خود نمیتونیم چرا که پرایویت هستن. حالا از طریق این متد برش قیمت ها را ما انیشیالایز کردیم. میبینید اینمی ها، لیکن اینمی متد باید پارامیتر داشته باشه، اگر نمیتونه قیمت بده. حالا خب مستقیم قیمت نشته کرده باید از پارامیتر بگیرم. پارامیتر یعنی پلیس هولدرز امو ویریبل ها هستن که برای یک متد قیمت ها را ذخیره میکنه. است بین بگیریم. اول قیمت سالری است، باید ما دبل بگیریم، دبل اس. خوب است اگر شما معاش سالری مکمل بگیرید مشکل نیست براتون. بازو چیست؟ انتیجر است، آیدی را بگیریم. کاما بازو string است، نه string address. بابی یک نام ما گرفتیم. فی الحال مشکل نیست، درست؟ لیکن خوبم نیست که به اینمی شکل و به اینمی شکل نشته کنه. حالا ببینید میگه امو سالری لوکال ویریبل است، نه؟ اینمی ویریبل ها 3 ویریبل ها که هستن داخل متد چی هستن؟ لوکال هستن. برای خود اینمی متد است، بیرون از متد از این 3 استفاده شده نمیتونه. لیکن ویریبل هایی که داخل کلاس هستن او هم با همین نام هستن. متد هایی که ویریبل هایی که داخل کلاس هستن و ویریبل هایی که داخل متد هستن با یک نام هستن. این خوب نیست به این شکل اگر شما کار کنید. صحیح؟ خب فی الحال فکر کنید خوب است، مشکل نداره. بلکه ما ایتو نشته میکنم اس و اینمی آی و اینمی هم ای. آره درست میشه. آره اینمی متد که قیمت هم میگیره از کجا میگیره؟ از مین کلاس، جایی که مین متد هست. درست است؟ خب باز که گرفت با کی میته؟ با سالری. دا اس قیمت که میای بریم ست ادمین اینمی متد که قیمت روان میکنیم، قیمت که ذخیره کرده اس پس میده قیمت با سالری. اینمی سالری ویریبل شد. دا آی که قیمت میگیره با کی میته؟ با خود آیدی میته. استرینگ ای که قیمت میگیره از مین متد ذخیره میشه دا ای و ای پس میته با کی؟ با ادرس. درست است؟ حالا ببینید این خب باید ما قیمت ها زور روان کنیم. از کجا؟ باید این را کال کنیم. دا کجا کال میشه؟ حالا ببینید ست ادمین داخل کدام کلاس است؟ ادمین. برای ادمین اول آبجکت باید بسازیم، چرا که نن استاتیک است. بین آبجکت بسازیم در هاسپیتال. آبجکت تو ساخته میشه؟ نام اول آفرین نام کلاس. صحیح است؟ ایدی هر چیز بوده میتونه مساوی با نیو ادمین اینمی کنسترکتر را کال کرده. حالا آبجکت ساخته شد، نن استاتیک هستند. حالا برش میگم از طریق ایدی داد این متد ها را برای ما کال کن. یک چیز است این رو سوال دارم، چرا برای ما این ویریبل ها را از طریق آبجکت نشان نمیده؟ به خاطر پرایوت است. آفرین ما او دسترسی نداریم. لیکن متد ها را چرا دسترسی داره؟ پرینت ادمین و ست ادمین دیفالت هستن. اگر پابلیک نشته شود بازم دسترسی داره، مشکل نیست. نن استاتیک هستن، آبجکت ساختیم، دسترسی داریم چرا که دیفالت هستن. و با ویریبل ها چرا نداریم؟ چرا که پرایوت هستن. ایدی دات اینمی اول کدام کال کنیم؟ ست ادمین تا که از ما اینمی پارامیتر داره. ببینید براتون نشان میده می فایل. اینمی را کال کنین تا قیمت ها را از ما بگیره. میگه ده اس برش قیمت روان کن، یک قیمت برش رای میکنه. شما میتونید یک ویریبل اینمی قیمت را روان کنید. استرینگ نیست نه؟ سالری از دبل بود نه؟ اینمی سالری ما نشته میکنه. کلیر؟ بازو انتیجر بود، آیدی بود، یک آیدی را برش میگم 2. بازو استرینگ است، استرینگ نشته میکنم، ادرس بود، لیک نشته میکنم برام. بس ست ادمین ما کال کردیم از طریق آبجکت کلاس ادمین. یعنی میشه که قیمت ها را میگیره، ذخیره میشه در پارامیترها میته ذخیره میکنه در کجا؟ در خود ویریبل های کلاس.
خب هدف ما اینمی نبود، هدف ما کانسترکتر است. حالا ببینید اول شما چه کردین اینجا؟ اول آبجکت ساختین، صحیح است؟ باز از طریق آبجکت متد کال کردین، باز کی مطابقش روان کردین. این نمیتونه که در یک لاین اجرا شه، خوب نمیه. وقتی که آبجکت ساخته شد در همین زمان ما مستقیم برای ادمین کی مطابق روان کنیم، آسان‌تر میشه نه؟ شما میگین آسان میشه نمیشه؟ خوب نیست اگر مستقیم نمود تو قیمتا را بگیریم و برای روان کنیم، خلاص با متد نیاز نداشته باشیم. ما متد نیاز داریم، خب باید اینمی شکل بگیره. وقتی که در یک لاین آبجکت هم ساخته شد قیمتا را بهش روان کنیم، خوب نمی باشه؟ تو اینمی کانسترکتر است. درست؟ کانسترکتر به چی معنا بیاین؟ پس مویتان نشان می کانسترکتر که هستند، کانسترکتر و هم متد ها هستند. کانسترکتر چی هستند؟ کانسترکتر که هستند is a special type of method. is a special type of method یا function. صحیح است؟ used استفاده میشه to initialize instance variables. instance variable ها کدام هست؟ اینمی پراپرتی را که من گفتم ویریبل که داخل کلاس هستند. به معنی ما گفتم کانسترکتر یک نوع مشخص متد است یا فانکشن است که به خاطر اینیشیالایزیشن استفاده میشه. خب این سوال است، اینمی ست ادمین هم خب برای زو استفاده شه به خاطر اینیشیالایزیشن چه نیاز به کانسترکتر است؟ مشکل در اینجا نیست. این هم میتونه، این یک متد ساده است. برای باید آبجکت ساخته شود یک دفعه، بازو جدا باید از طریق آبجکت باید کال شود تا قیمت ها را بگیره. کانسترکتر صرف و صرف به خاطر اینیشیالایزیشن استفاده میشه، لیکن نمی ست ادمین که است یا خب برای زو ادمین یک آبجکت ساخته میشه، جدا باید کال شود تا قیمت ها را بگیره. صحیح است؟ و امکان داره یک چیز ریترن هم کنه، امکان داره نه؟ کانسترکتر که است صرف به خاطر اینیشیالایزیشن استفاده میشه، این ریترن تایپ هیچ نداره، به خاطر اینیشیالایزیشن استفاده میشه. لیکن کانسترکتر که است بین میرا ما ملتیپل لاین کامنت بسازم خواهم. درست است؟ یک کانسترکتر سپیشل تایپ آف متد است، به خاطر اینیشیالایزیشن استفاده میشه. کانسترکتر does not have return type. ایش return type نداره، return type نلری، نوشته پر return کی. even void هم نلری، even void تا دی پوری چه void هم نلری. یک باز چی میگم؟ constructor کیستا constructor has the same name as the name of class. با کلاس یکسان یک نوع نام داره. درست است؟ نفهمین شما. و دیگه constructor که است will be initialized. کدام وقت initialized میشه؟ یعنی برای ازو قیمت داده میشه. will be initialized during at the time of وقت ہے کہ initialize میشه وقت ہے کہ the time of object creation. اینه میشه. اور یک میبینیم special type of method است used to initialize instance variables. instance variable را چی میکنه؟ initialize میکنه. خب اینجا باز میبینیم امیر کنسترکتر چطور بسازیم. constructor does not have return type نداره، ختم. یک error میگه خب متد ساده است. باز چی میگه؟ constructor has the same name as the name of class. نام کلاس ما چیست؟ admin. نام متد هم باید چی باشه؟ admin باشه. same name شد. باز چی میگه؟ میگه constructor will be initialized at the time of object creation. این کدام وقت کال میشه؟ اینجا بیاین شما ببینین آلی خواه. این خونه میشناسنی آلی.
میگه وقتی که آبجکت ساخته شد این کال میشه. حال شما این امید چیزا میفهمین شما. خواه ببینید این خود نام کلاس است، این آبجکت کلاس ماست. نیو چی کار کرده؟ از این آبجکت ساخت. باز ادمین چرا نوشته شده؟ اینمی کانسترکتر است. نام کلاس ما نام کنسترکتر ما یکسان است. این امی میتود است که در اونجا موجود است داخل کلاس. امی را اینمی سه قیمتا را برش میتم تا که نمی را روان کنه مستقیم. ببینید اینمی لاین آل واضح شد. کنسترکتر will be initialized at the time of object creation. به چی معنی؟ وقتی که آبجکت ساخته میشه در امو زمان برزو قیمت هم داده میشه. آسانتر نشد؟ آسانتر شد. بعد شرایط داره او را در ذهنتان باشه. از این تو نیست که ad dot باز ادمین کال کنیم. نه خیر، خلاص شد کار. صرف ساده میتود که استم. ببینید حال شما اینو میره چی میکنین که برایتان پرینت کنم. برای پرینت جدا میتود میسازین. شما کوشش نکنین که برای پرینتینگ شما کنسترکتر بسازین. نه، جدا یک میتود بسازین. امکان داره که چیزا برایتان ریترن کنه. خب این خود ریترن نمیتونه کنسترکتر. یاد داشته باشید کنسترکتر does not return value type. does not have return value type. بایمان return type که نداره چه ریترن کنه. even void هم نداره. یک و صرف به خاطر اینیشیالایزیشن استفاده میشه. یعنی فقط میگه چرا به خاطر اینیشیالایزیشن ما از میتود کار نمیگیریم؟ این آسان است. در یک لاین گپ خلاص میشه. اینیشیالایزیشن بسیار آسانتر میشه. دیگه میتود است. صرف به خاطر اینیشیالایزیشن ریترن ولیو تایپ نداره. نام کلاس نام میتود یکسان است. و به خاطر اینیشیالایزیشن استفاده میشه بس. و کدام وقت اینیشیالایز میشه؟ وقتی که ما آبجکت میسازیم. آله از طریق آبجکت یک میتود ساده است صرف به نام پرینت ادمین نشان نمیده برایتان کنسترکتر. او خود کال شده کنسترکتر است. وقتی آبجکت ساخته میشه او کال میشه. درست است؟ گود. آله ببین امون نتیجه را برایتان باید نشان بده. هیچ فرق نداره. 50,000.4 آیدی نمبر 2 و آدرس 2 هم پروان است. کار آسان تر شد. حالی فهمیدین؟ مشکل خونیست دیگه. خب ست لیست آف پرامیتر حکم زیاد شده میتونه هیچ مشکل نیست. صرف با خاطر اینیشیالایزیشن کوشش کنین از کنسترکتر استفاده کنین. حالی نمی چیز شما فهمیدین ای چی هستن؟ دو دفعه چرا ادمین نشته میشه؟ خود کلاس شد. آبجکت شد. نیو کیورد از این آبجکت می سازه. یعنی میتونه آبجکت داخل ادمین تمام ممبرها را و میتود باشه یا کنسترکتر باشه او را کال کنه. ببینید ad.print admin هم کال کرده و مستقیم کنسترکتر هم کال شده یا اینیشیالایز شده. کال گفته میتونه، اینیشیالایز گفته میتونه. مستقیم کال میشه به شکل اتومات. کلیر؟ دیگه خب مشکل ندارین شما؟ گود. خب چندین کنسترکتر را شما ساخته میتونید. درست است؟ و طور مثال بیاین یک کنسترکتر دیگر را بسازیم و اگر با یک نام چندین کنسترکتر را بسازیم را باز چی میگیم؟ کنسترکتر چی شد؟ با یک نام چندین میتودها را که می ساختین چی گفته میشد برش؟ میتود اورلودینگ یا فانکشن اورلودینگ. وقتی کنسترکتر بیشتر از چند تا کنسترکتر که با یک نام ساختیم و چی نام یاد میشه؟ کنسترکتر. بالکل کنسترکتر اورلودینگ. یعنی اورلود میشه اینجا. باز گفته میتونه more than one constructor of the same name but with different parameters. خب چرا بسازیم؟ اول هدف ما چیسته؟ شاید یک کنسترکتر یک نوع قیمتا را برای اینیشیالایز کنه، دیگه نوع کنه. سیسته؟ طور مثال ما میگم برایش در اینجا باید صرف سلری و بونس باشه. خلاص اینه میره یک دیگر هم اضافه میکنم در اینجا پرایویت یا تکس در تایپ مانه دبل. خب اینه میره ترتیب کنیم. اول بیایم اینه میره بالا میاریم. خب نشد. سالری بالا از اینه می. خب این ترتیب خب بازم مهم نیست. خب خوب است که شما این را داشته باشید. درست است؟ آیدی اول میره. خب بازم در میتودها کنسترکتر ترتیب تغییر میشه. ها اینجا پرامیتر میگیرم یک برای آیدی و ادرس. درست است؟ نمیره پایین میارم، امیره کاپی میگیرم. کاپی اینه میره پیست میکنم.
با یک نام شد. درست؟ سلیل نمیکنه بلکه یک سلیل چیز میکنه، آیدی را نمیکنه. درست؟ آیدی را نه بلکه یک دبل بعدی را هم بگیریم، دبل تکس. درست؟ اینمی تکس شد. خب ما میگم یک کنسترکتر تکس و سلیل بالا زو عملی را اجرا کنه، یکم آیدی و بالای ادرس. درست است؟ اینمی را ادرس و آیدی میسازیم. بیاین مشکل نیست. اینجا آیدی آی. درست؟ خب اینجا بود، بیشترم بود اینجا. اینمی ادرس شد. درست شد؟ اینمی را ختم با سوالی صحیح شد. اورلود میکنیم. درست؟ بعدا ما کنسترکتر بعدی را میبینیم که دو کارا را میکنه، تکس و سلیل. درست است؟ اینمی را ختم. آفرین. اینجا با چی بیایم؟ باید تکس بیایم با جای اینمی تیش. درست؟ خب یکی را برای ما پرینت کنه، یکی را برای ما ریترن کنه. درست؟ بیاین اینمی آیدی ادرس برای ما پرینت کنه، آیدی و اینمی اینجا ادرس داخل رو نشته میکنم. your ID and address is equal to اینمی آیدی و این هم ادرس. درست است؟ اینمی دو را خب پرینت میکنه برای ما، اینمی دو را. صحیح است؟ اینمی را برای ما چی کنه؟ ریترن کنه برای ما. یک ویریبل میگیریم با نام نت سالی یا توتال سالی. درست است؟ دبل نت سالری خالی است. بند پایین و خالی باشه خوب است؟ نه، باید زیرو باشه. نه اینیشیالایز میکنیم میره. خب بیاین اینجا اینمی سالری که گرفت باسان پایین میم باش میگم که نت سالری مستقیم هم نشته کده میتونین امی را بیارین مستقیم اینیشیالایز کنین در پایین مساوی با خود نت سالری جمع نه چی باشه؟ سالری پلس نه ماینس باید باشه، تکس منفی میشه. نه حالا درست شد. یعنی میره اول چی میکنم؟ ریترن نت سالری. چه ریترن نداره؟ آفرین. اینه چیزا ما خواستم برایتان واضح تر شه. یا شما متد بسازین که ریترن کنه یا ریترن نمیکنه خلاص. صحیح است؟ خب ریترن نمیکنه. چرا کنسترکتر است نمیتونه که ریترن کنه. اینمی نت سالری را اگر ما در پرینت ادمین کنیم نشان میده؟ چرا؟ این لوکل است. ها این در کجا معرفی شده؟ داخل کنسترکتر ادمین، دیگه متد نمیتونه. این لوکل است. صحیح است؟ خب خیر است. تو میسازی میره که برای ما چی کنه؟ امیره هم خودش اینمی کلاس داخل امی یک متد است به نام your id. این خوب تر میسازم به این شکل. این امیره ما جدا جدا میسازیم. امیره کاپی میگیرم، paste or paste. Your ID is equal to ID your name بود؟ نه address بود. اینمی باید سپیس داشته باشه. کوشکن خوب دیزاین بتن برش تا که واضح شه. بازو ادرس بود نه؟ ادرس. بازو چیستا؟ salary and then بازو ID بود؟ نه text بود. نه text هم به text خلاص. درست است؟ آله هر دو کنسترکتر باید شما کال کنیم. بیاین کال کنیم اینجا. چی میگه آله خواه؟ میگه no suitable constructor found for admin double end string. میگه این پرامیتر را که شما روان کردین این خوب نیست. اول کدام کال میکنین؟ اولی را کال میکنین. درست؟ یک آیدی داشت، یک دیگه چی داشت؟ ادرس بود. نه ادرس بود. مثال مثال کابل. بارزو بیاین همی ادمین ad1 درست است is equal to admin 1 است یا admin 2 است. صحیح است؟ is equal to new admin. پس امرا کال میکنم اینجا میاد
پارامیتر داره چی ارر میتا میگه نو سوتیبل کنسترکتور فور فاوند ادمین نو آرگومنتس. این تو کنسترکتور نداره این که آرگومنت نداشته باشه، داره در اونجا نه باید برای هم قیمت ها رو روان کنه. حالا چی میکنم؟ سالری میگیره نه صحیح است، سالری رو میگیره. برای سالری هم آنشته میکنم لایک 4000.4 and دیگه چی بود؟ تکس بود نه تکس نه دبل بود خواه دبل میگیره. حالا وقتی که ایره کال میکنم رن فایل تمام معلومات رو برایتان پرینت کرد لیکن این میره نگرفته. خواه مشکل لکجاست؟ دا ادمین است. آره مشکل لکجاست؟ دینمی میگه AD که است ویریبل AD2 is not used استفاده نشده. چرا؟ یک دفعه کال شد کنسترکتر با یک نام است. خلاص مشکل لکجاست خواه اینه میره که ما کال میکنیم اینه میره برای قیمت روان میکنه ذخیره میشه. درست است. امیره باز ایره کال کنیم از طریق AD. ببینید یکی کال شد مستقیم کنسترکتر کال شد از طریق امی AD AD2 نه AD یعنی پرینت ادمین ما کال کردیم امی دوره که گرفت کال کردین امی AD که باز شما باید AD2 را باید نوشته کنین تا که بعد از AD2 دات چی باید شود پرینت ادمین باز از سر کال شود. مشکل همین جسته ای خود دو بار باز کال میشه سیسته. حالا چی میشه ببینید خواه دو دفعه کال شد. یک دفعه که کال شد قیمت های اوله AD دات پرینت ادمین برای ما نشان داد. سیسته ببینید حالا کنسترکتر کال شد اینمی قیمت ها را داد پرینت ادمین او را کال کرد ایره از طریق AD ما اینمی کنسترکتر هم کال کردیم از طریق AD یک دفعه پرینت ادمین هم کال کردیم قیمت ها را پرینت کردیم. درست است. بایزو AD2 که است AD2 این خالی ماند. وقتی که کال میکنه در اونجا ویریبل ها خالی میمانه نه چرا کنسترکتری از او کال نشده اینمی کال نشده لیکن پرینت میشه خالی است. بار اول ببینید باز براتون میگم بار اول که شما کنسترکتر میسازین از طریق ابجکت AD او کال میشه دو قیمت ها را میگیره صحیح است. یک کنسترکتر کال شده نه بازو از طریق امی AD که ابجکت کلاس ادمین است امی پرینت ادمین براتون کال کرد لیکن دو قیمت ها را برای ازی کال شد اینمی را براتون چی کرد پرینت کرد براتون لیکن اینمی خو برش روان نشده بود نه سالری و تکس برای ما جدا ابجکت ساختیم باز از سر کال میشه دو قیمت ها را میگیره پس پرینت ادمین باز کال باید شود AD2.print admin این بار اینمی قیمت ها را نه بلکه اینمی قیمت ها را برای ما پرینت کرده بخاطر از او یک دفعه اینمی کال شده خواه بار اول که کال شده ID و ادرس پرینت کرده برای ما. کنسترکتر بعدی که اینمی را روان میکرد این کال نشده لیکن پرینت ادمین را پرینت کرده خالی است صحیح است. بار دوم که کال شده این بار ID و ادرس نگرفته چرا که AD2 ابجکت است نه لیکن نمی قیمت ها را برش روان کرده موضوع AD2.print admin را باز کال کرده این بار ID و ادرس کال نکرده. اینمی مشکل است. این در پروگرام ما در سنتکس ارر نیست لاجیک ما مشکل است. حالی باید چی شود یک خوبین شما یا یک دیگه فانکشن را بسازین. آفرین امیره کاپی میکنم این امیره یک تکا امیره کاپی میگیرم کاپی موضوع بیان این اینجا صحیح است پیست میکنم. چی میکنم پیست آبرش میگم که پرینت salary and tax اینو تک نام برش میتونم یا برش میتونم print finance. درست است print finance اینه میره باید ما چی کنیم کلش دیلیت شد مشکل نیست اینجا میم باش میگم که print کو finance مالی قراره. درست است که سالی و تکس می یک موضوع ID و اجرا چه میکنم دیلیت. دو فانکشن های مختلف هم میسازیم یک و اینه میره باز هم دیلیت میکنم. این بخاطر چی است print admin است یا برش میگم print info خلاص صحیح است. حالا چی میگم برش در هاسپیتال میم برش میگم آل درست میشه خواه
یک دفعه برش میگم از طریق ایدی اینمی را میگیرم، اینمی جا کال میکنم، بعد از اینمی و اینمی را هم امرای از یک جا سمی کالن اینمیش. ولی فهمیدیم چی میکنم؟ پرینت چی بود؟ انفو. اینمی دو قیمتا را میگیرم پرینت میکنم. کنسترکتر مستقیم اتوماتیکلی کال میشه که متد پرینت انفو باید برای از کال شود قیمتا را گرفت. باز چی میکنم؟ اد2 که است جدا یک آبجکت است، باز ادمین کال کرده، لیکن ادمین کدام کنسترکتر کال کرده؟ کنسترکتر دوم اورلود شده نه، لیکن پارامیتر متفاوت داره. آل بین پرینت چی میگم برش؟ فایننس. نمی فایننس درست است. آل میبینیم رن فایل آل درست شد. ای تو معلوم نمیشه دو دفعه کال شده، دو کنسترکتر مختلف اورلود شدن که دو کارهای مختلف ایجاد میکنن. ما نمیگم که برای نمی کارهای کوچک شما دو کنسترکتر اورلود کنید، نه خیر، ما خب برای مثال کار میکنیم که تو اورلود میشه. حال شما از این باید بهتر شود چی کنیم؟ باید یک باشه نه؟ یک باشه. چی فکر میکنید چی باید باشه؟ ببینید جدا کنسترکتر است، جدا پرینت انفو است، جدا باز کنسترکتر است از طریق اد2، جدا پرینت فایننس است. چی شو باید نمین جهل پیدا کرده میتونی شما چی باید شو؟ ये तो کار خوب نیست که اینمی دو متد ها را یک دیگه متد کال کنیم و یک دفعه با یک نام اینجا کال شود. خوب معنی یک متد بعدی را بسازیم، اما درست میبینیم کدام روش خوب است. واید امپلیمنت با نام امپلیمنت میسازم، تطبیق کننده. اینمی یک متد است. کار چیست؟ این متد های با نام پرینت انفو، پرینت انفو را کال میکنه، یک پارامیتر خونه داره نه، بود چی را کال میکنه؟ پرینت فایننس. اینمی را برای ما کال میکنه فایننس. حال چطور میشه؟ کدام متد کال کنیم؟ ده کجا کال کنیم؟ اینمی را ختم کنم و باز همون چیز شد دیگه، دو دفعه نشد. بعد از بودگیش یه ځل به کال کیږي یعنی به این معنا که خب یک خوی نمود رست که بازم دو دفعه میشه نه؟ بازم چند دفعه میشه؟ دو دفعه میشه. درست است. اگر بیایم اینم اینجا برش میگم امپلیمنت و ایران باید چه کنیم؟ امپلیمنت. خب هدف ما خوی بود که یک دفعه باید کال شود برای دو کنسترکتر. باز همون چیز شد. چند دفعه شد؟ آدن یک دیگه مشکل هم است نه، در ادمین ما چیزا ختم نکردیم. کدام چیز بود؟ ای چند دفعه کال شد؟ یک دفعه امپلیمنت کال شد، باز دو دفعه کال میکنه نه یورا؟ نه تو خوب نمیه نه؟ خوب نشد بلکل. یک دفعه کال کنیم تو داخل در پایین هر دو کامنتار کردیم. یک دفعه پرینت کنیم باز ایدی را اونجا ایدی یک کمپیوتر باید باز مشکل پیدا میشه. دو فنکشن هم دیگه هم فنکشن که کال کرد در اعتقاد کنیم فنکشن که بیا خبر ده دو ځل کال کی کنه. امپلیمنٹ یو ځل کال که بیا هم کال که یو ځل دا ټول کال شول بیا هم کال کی. اینمی مشکل است. صحیح. اینمی را ما پروگرامینگ باید اینمی کارا را آسان‌تر بسازه. صحیح. چی کنیم؟ باید یک خوب روش باید پیدا کنیم تا که اینمی آسان‌تر شود. کار خو میکنه بو شکلم خود دو دفعه کال میشه، ما میگم یک دفعه باید کال شود. خب چی کنیم؟ چی حل پیدا کنیم؟ نکنیم.
زود استاتیک بود. آفرین. بین اینمی را باید مستقیم یک دفعه کال کنیم. یم ادمین یک دفعه باید ادمین نشته شود، یعنی مستقیم از طریق کلاس ادمین ای را کال میکنیم. خالی مشکل چیسته؟ میگه نان استاتیک میتد امپلیمنت. میگه نان استاتیک شما ایتو کال کردین که ای استاتیک باشه، یعنی از طریق کلاس. از طریق کلاس دو وقت کال میشه وقتی که ای چی باشه؟ استاتیک باشه. لیکن آیا ای استاتیک است؟ انمی واید امپلیمنت آیا استاتیک است؟ نیست. ای را با چی بسازیم؟ استاتیک بسازیم. آیا مشکل نباشد؟ میگه ای خو استاتیک شد، خو نان استاتیک میتود ها را کال کرده. ای را با چی بسازیم؟ استاتیک بسازیم. یم استاتیک شد. در بالا بین اینمی را ما چی میسازیم؟ استاتیک میسازیم. استاتیک. باز میگن این ویریبل ها هم نان استاتیک هستند. ای را با چی بسازیم؟ استاتیک بسازیم. بین نمینجا خب خیر است یک کمی تایپینگ کسته زیاد میشه، لیکن مشکل تان حل میشه، برطرف میشه. استاتیک این اینجا هم باید چی باشه؟ استاتیک این تو باشه. سیف. حالا بین اینجا مشکل حل شد، هیچ وارنینگ هم نمیده و بسیار خوب کار میشه. این دو کنسترکتر ما دو ابجکت ساختیم، درست است. دو دفعه کنسترکتر اورلود شده، کال شده جدا که یک دفعه اینمی امپلیمنت کال میشه. برای ازی هم میتود پرینت اینفو بود چی بود او را کال میکنم، برای ازو پرینت فایننس را کال میکنم. لیکن از طریق خود نام کلاس به این مانا که یک استاتیک میتود است. آل رن فایل کنین، مشکلتان برطرف شد. بسیار آسانتر شد. در 3 لاین شما گپ خلاص کردین، از 4 لاین به 3 لاین آمدین. امکان یک دیگر تکنیک پیدا میکنیم که اینم بخیر یک لاین بسازیم که برای یک یوزر این یک انترفیس که شما میسازین بسیار آسانتر شد. بسیار آسانتر. یوزر خود کد نمیبینه. آفرین، کد نمیبینه او چی میبینه؟ انترفیس هم میبینه. شاید بجز یک بتن بسازیم اینمی کد کنیم که کال میکنه خلاص. و این خوبم میشه این متخم. درست است؟ خب کنسترکتر اورلودینگ به چی معنا بود؟ وقتی که بیشتر با یک نام بیشتر از یک کنسترکتر را بسازیم، این را ما کنسترکتر اورلود میگیم، لیکن پارامترهای مختلف داره. کنسترکتر که است او هم فانکشن است یا میتود است، چرا که داخل کلاس آمده میتود است که یک میتود نوع خاص است. به خاطر اینیشیالایزیشن استفاده میشه، چرا که اینیشیالایزیشن شما دین بسیار با آسانی اینیشیالایز میشه. درست است. میتود که کمی مشکل بود، لیکن یک چیزی که توان میکنی شما در کنسترکتر رو چی است؟ چی است که توان شاید کنین؟ نه چی را نمیتونه؟ آفرین. ریترن ویلیو تایپ نداره، حتی واید هم نداره. اگر نه با واید خود نیاز نیست که ریترن نمیکنه، خود واید باشه، لیکن واید هم نمیشناسه. لیکن به خاطر اینیشیالایزیشن بسیار خوب است. و دیگر چیز هم است که شما که هدف ست دیتا براتون چی بود؟ ست ادمین. خب اینیشیالایزیشن بود، خوب است از کنسترکتر کار بگیریم. و اینمی دو کنسترکتر که ما ساختیم هدف از چی بود؟ اورلودینگ بود. درست است؟ اورلودینگ. اینمی را ما استاتیک ساختیم از طریق کیورد استاتیک، اینمی مشکل ما حل کردیم. بسیار خوب میشه. خب درست است کدتان زیاد میشه در فایل اینمی ادمین، لیکن در فرانت اند اینمی مهم است که جای در مین میتود شما کار را بسیار آسانتر ساختین. استاتیک را استاتیک ساخت، میگه تو همو یک امپلیمنت هستی که دو دفعه تو چی میشی؟ کال میشی. کنسترکتر را کال میکنی از طریق همو امپلیمنت او استاتیک میمانه. خواه استاتیک که شد او ثابت میمانه. این از طریق ادمین کلاس یک دفعه را کال میکنم، یک دفعه یک میتود کال میکنه، یک دفعه دیگر خلاص. دو دفعه کال نیاز است که یک دفعه باید کال شود. اگر شما از طریق استاتیک کیورد کار نمیگیرین، ایرا نان استاتیک میسازین، این میرا نان استاتیک میسازین و مجبور هستین یک دفعه از طریق ابجکت اد و یک دفعه از طریق اد2 کال کنین امپلیمنت. وقتی که امپلیمنت کال میشه یک دفعه برای ازو کال میشه، یک دفعه برای ازو تکرار میشه و به هدف هیچ نیاز به این نیست که دو دفعه کال شود. دفعه که کال میشه یک دفعه آیدی کابل پرینت میکنه برای ما یک و کابل موضوع برای ازو هم یک دفعه کال میشه، چرا که دو ویریبل پرینت میکنه نه برای ازو. این مشکل ما در اینجا حل شد. و مختلف نامه ولی بیا خیلی استاتیک میشه کار. نه خب چی مختلف نمونه شوال اورلودینگ میزنن.
اوورلودینګ مینز نه لاړه بیا صحیح ده